با سلام خدمت دوستان عزیز، مصدق هستم. 20 آذر ماه سال 1404 با تحلیل شاخص کل در خدمتون هستیم. آخرین تحلیل ویدئویی که گذاشته بودیم در 21 مهر ماه بود در پیج اینستاگرام و کانال تلگرامیمون که اگه موافق باشید دقایقی رو از اون در واقع ویدئو ببینیم. تعداد رو ما داریم میبینیم. این نکته مثبتیه که نشون میده که احتمال شکستن این خط سقف که حدوداً 3 میلیون و 400 هست محتمل هست، نمیگم غیر ممکنه، محتمل هست. 50-50 به نظرم که میتونه عبور کنه. اینجا جاییه که شما میتونید بگید اصلاح 99 به بعد تموم شد و یک نقطه عطفی در بازار اتفاق خواهد افتاد. خب بعد از این تحلیل در تاریخ در واقع 11 آبان یک آپدیتی در تایم فریم روزانه داشتیم و حرکت شاخص رو دیگه با اطمینان خیلی بالاتری در جهت عبور از سقف 5 ساله شاخص کل که 3 میلیون و 400 هست نشان دادیم که اونجا یک مقاومت کوچک داریم و یک اصلاح کوچک و به سمت 3 میلیون و 900 الی 4 میلیون پیش بینیمون بود که حرکت کنه. البته مدل حرکتی طبق این ساختار دیامتریک نبود، ولی در اصل قضیه که بازار به سمت بالا حرکت کنه هیچ خللی ایجاد نکرد و طبق همین تحلیل بازار تونست که 3 میلیون و 400 رو عبور کنه. حالا بریم روی شاخص کل در تایم فریم روزانه و هفتگی یک بررسی داشته باشیم، ببینیم در چه شرایطی هست. خب این همون شاخص کل هست در تایم فریم روزانه و میبینیم که به جای که مستقیم از این نقطه به سمت بالا بره یک 4-5 روز اصلاح کرد، ولی مووینگ اوریج ها به خوبی اون رو حمایت کردند و باز با یک شیب مناسب، دقت کنید شیب حرکتی در حرکت ها بسیار بسیار حائز اهمیت هست، به سمت بالا حرکت کرد و در منطقه در واقع مقاومتی اولی که رسم کردیم مخصوصا خط 3,541,000 مقداری عبور کرده که جای امیدواریه. کندل روز آخرم باز جای امیدواریه، کندل خوبی بود. نکته‌ای که وجود داره اون کندلی که اومد در واقع 3,410,000 رو شکست، کندل خیلی خوبی بوده. قسمت اعظمش شاید 70-80% کندل بسته شدنش بالای خط بوده، مقاومت بوده. اینم نکته مثبتی و در واقع 1 2 3 4 و 5 کندل رو بالای خط داریم. اینم یک نکته مثبت در تایم فریم کوتاه. ولی در تایم فریم در واقع هفتگی اونم باید یه نگاهی بکنیم. در تایم فریم هفتگی میبینیم که بازم فوق‌العاده عمل کرده، شاید 90% کندل بالای خط هست، کندل بسیار بلند، مناسب و به خوبی تونسته این مقاومت 5 ساله شاخص کل رو بشکنه. اینا همه نکات مثبتی است که وجود داره. خب هرچی این کندل ها یکی دو تا دیگه ایجاد بشه، این سناریوی کاملا بدبینانه کاملا حذف میشه. چون یک سناریوی بدبینانه به این شکلی که ما یک مثلث خنثی یا یک سر و شانه‌ای مثلا به این شکل داشته باشیم که بیشتر بچه‌های نوویو به این اعتقاد دارند که یک مقدار اینجا اصلاح داشته باشیم و بعد بازار حرکت کنه، اینم گوشه ذهنتون باشه. ولی هرچی کندل ها سبزتر شن و از 3,410,000 ما بیشتر فاصله بگیریم و اگر اصلاحی هم اتفاق بیفته در واقع میشه یک پول بک نسبت به الگوی 5 ساله و این افت تا 3,140,000 دیگه کاملا رد میشه. چون احتمالش یک مقداری کم هست، من فعلا این رو پاک میکنم، این رو هم پاک میکنیم. خب از نمای دورتر ببینیم که چه فضایی هستیم. سال 97 تا 99 یک اصلاح تقریبا 5 ساله و یک حرکت خوب رو تقریبا اگر کف رو ما مهر ماه ببینیم داریم که در شیب حرکتی تندتر نسبت به موج نزولی قبلی، اینم مهمه، با تعداد کندل کمتر تعداد کندل بیشتری رو در موج نزولی قبلی کاور کرده و عبور کرده، اینم نکته مثبت. خب وقتی یک الگویی داریم که 5 سال طول کشیده
و الان با یک کندل هفتگی ازش عبور کردیم. هر کندل منفی که در یک ماه آینده اتفاق بیفته، اینها در واقع موجهای نزولی در روند صعودی هستند. به هیچ عنوان پولبک به این الگوی عظیم 5 ساله نیست. برای پولبک به این الگوی بزرگ، اولا شما باید به اندازه مناسبی از این الگو فاصله بگیری که در تکنیکال کلاسیک قاعده این مثلث مد نظر هست، ولی با چند تا فکت ما عدد در واقع 5,823,000 رو به دست آوردیم که شاید یک مقدار خوشبینانه باشه، که اینجا در واقع خیلی منطقی تر میشه که شاخص به اون عدد برسه و در اونجا بین 23% تا 38% فیبو بازار اصلاح کنه. مثلا بین 4,100,000 تا 4,000,000 تقریبا 500,000 واحد. چندین ماه طول خواهد کشید یک پولبک بزرگ و بعدش حرکت بزرگ شاخص شروع خواهد شد. خب پس متوجه شدیم که کندل در واقع پولبک بزرگ به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد. میتونه در تایم فریم های کوتاه روزانه ما در واقع یک لمس هایی رو داشته باشیم نسبت به این خط که به هیچ عنوان اون پولبک بزرگ نخواهد بود. خب این اولی مقاومت ماست که ببینیم شنبه چی کار میکنه باش. 3,568,000 واحد. اگه عبور کنه کاملا این رو حذف خواهیم کرد و میریم برای 3,858,000 الی 3,946,000 واحد که این محتمل هست که یک مقداری ما رو اذیت کنه دوستان. یک مقداری ما رو اذیت کنه، شاید یکی دو هفته در واقع اذیت کنه بازار. و تا یه نکته هم خدمتتون بگم، تا زمانی که کراس بین دوتا مووینگ اوریج نداشتیم جای نگرانی وجود نداره. نگاه کنید در گذشته جایی که کراس داشتیم روند نزولی شده در سقف و در کف جایی که کراس و برخورد دوتا مووینگ اوریج داشتیم و جابجایی داشتیم اینجا روند صعودی بوده. اونها رو در واقع به عنوان کمربندهای ایمنی در نظر داشته باشید که همراه شما و جاهایی که مشخص نیست و تحلیلش بسیار سخته که کجا بازار افت خواهد کرد در کنار ابزارهای دیگه، شما به اینها هم توجه کنید که سیگنال خروج موقتی رو داشته باشیم. خب یکم آنزوم کنم که هدفهای بعدی رو هم ببینیم. 4,920,000 5,189,000 و عددی که خدمتون عرض کردم اینجا دقیق تر است 5,781,000 واحد. اللحاظ تکنیکال در واقع آنالیز زمانی بسیار بسیار مشکل هست و دارای مقداری خطا هست، ولی شما محدوده زمانی 10 تا 17 رو تو ذهنتون باشه. اگر قبل از این اصلاحی اتفاق افتاد اینجا، پس این محدوده میتونه پایان اصلاح باشه و یک کف باشه. اگر نه بازار به سمت بالا حرکت کرد، حوالی این محدوده زمانی شاید یک سقفی در بازار ببینیم. هرچی فاصله از خط بیشتر شه یک مقداری اصلاح عمیق‌تر خواهد شد و در حالت ایدئال هم خدمتون گفتیم که در واقع بهترین حالت اینه که تا 5,700,000 در واقع خورده ای که گفتم 700 بکنم 75,000 واحد حرکت کنه و بعد بریزه. ولی خب اینجا هم میتونه ما کلی ریزموج هم داشته باشیم. خب برگردیم به تایم فریم هفتگی. شاخص قدرت نسبی رو ببینیم. یکی از بهترین ابزارهای هیجانات، رصد هیجانات در بازارهای مالی. میبینیم که سقف 99 رو اینجا داشتیم در RSI 94.86، سقف اردیبهشت 1402 رو داشتیم در 87 و میبینیم که این خط بسیار خوب عمل کرده. خط روند نزولی برج 10,403 هم داشتیم و اینجا هم حالت کنونی 72.94 هست که اگر حالت زومش رو ببینیم احتمال برخورد به اینها و ایجاد یک اصلاح موقت در بازار در آینده وجود خواهد داشت. ولی چون هفتگی هست حرکت این RSI یک مقداری کند هست، ولی در این
بازه محدوده زمانی هم مد نظر داشته باشیم، هم در واقع زمان رو در نظر داشته باشیم و هم اهداف قیمتی رو که خدمتتون عرض کردم 3,800 الی تقریبا 4 میلیون که ببینیم شرایط به چه شکلی خواهد بود. اون دوتا مووینگ اوریج هم رو داشته باشید و همچنین تحلیل سهم‌های خودتون رو هم زیر نظر داشته باشید. میتونید نیم نگاهی هم به سهم‌های لیدر بازار داشته باشید، ببینیم در چه جایی به یک مقاومتی خواهند رسید. ولی این رو مد نظر داشته باشید که به نظر من تا زیر 4 میلیون هر اتفاقی بیفته زیاد جای نگرانی نداره. بعد از 4 میلیون هست که فاصله اون از الگوی 5 ساله انقدر نسبتا زیاد خواهد شد که پولبک میتونه در واقع یه مقداری لحاظ قیمتی عمیق شه و لحاظ زمانی هم یه چند ماهی ما رو اذیت کنه. امیدوارم مفید واقع شده باشه این تحلیل. موفق و پیروز باشید دوستان.